ولسوالی آقچه در فاصله 45 کیلومتری مرکز ولایت جوزجان قرار دارد و از ولسوالی های درجه اول ولایت جوزجان در شمال افغانستان به حساب می آید. این ولسوالی از طرف شمال به ولسوالی منگجک و از طرف جنوب به غرب به ولسوالی خاناقا و از طرف شرق به ولسوالی های فیض‌آباد و مردیان هم مرز می باشد و همکنون اکثر بخش‌های آقچه شاهد حضور و تحرک مخالفان مسلح دولت است، حتی نزدیکی های شهر. ساکنان ولسوالی آقچه از مدت‌ها به ایسو به دلیل جنگ و ناامنی و تشدید حملات مخالفان روزهای خوب ندارند. با گفته باشندگان ولسوالی آقچه، طالبان حتی در بخش‌های نزدیک به شهر حضور دارند و صداهای شلیک پراکنده آنان شنیده می‌شود. باشندگان ولسوالی آقچه از ادامه حملات مخالفان در بخش این ولسوالی ابراز نگرانی می‌کنند. همه طرف در بدرس ایسو او بالا شده، ایسو جنگ است. مردم کدام چی کنه مردم؟ کار غریبی نیست، جنگ است، مدام دائم همین قشلاقا 4 طرف جنگ است. شب و روز آرام نیستیم بالاخره. وضعیت آقچه بیخی به کلا خراب است. میبینین حال امی لحظه یک اندازه چی است، آرام است، نباشه داخل شهر هم مستقل کاری میشه. داخل ماچی جابجا میکنه ما، ولی مردم میگه که چرا دولت نمیزنه؟ ما چطور اجدان ما قبول کنیم ما ماچتا بزنیم؟ همون نو د ماچتا است. ما کوربینا داریم ولی نمیزنیم. ما چطور خانه خدا را بزنیم؟ اونا میره خانه خدا برادر همون خناس میکنه. مقامات محلی این ولسوالی نیز از وضعیت پیش آمده بر این ولسوالی نگران هستند. جنگ در اطراف شهر جریان داره و تمام قریجات ما فعلا مردمش بیجا شده و داخل شهر هم یک تعداد مردم کوچ کردن، طرفای بلخ و شبرغان اینجا کوچای خود بردن. با این حال مقام ولایت بلخ برای 300 خانواده که بر اثر درگیری های اخیر در آقچه بیجا شدند مواد خوراکی کمک نموده است. 6 قلم مواد مورد نیاز که شامل آرد و برنج و روغن و وسایل مثل کمپل و بالش دوشک می باشه بر تعداد 300 خانواده فرستادن. من به نمایندگی از مردم ولسوالی آقچه از جناب والی صاحب بلخ سپاسگزاری میکنم. Şüphelen mağdurun içinde uruş ceryanı ve bu uruşun içinde bu merdim hemmesi kisebekarlar ama kalan yine bir hafta ya 15 gün üstü şuradaki kisebekarlarım aç buluyor. Bunlar hemmesinin vazifesi yok. پس از اعلام عملیات عمری از سوی گروه طالبان، اکثر بخش‌های ولسوالی آقچه بیشتر از گذشته به شدت ناامن شده و ساکنانش مجبور شدند یا به شهر شبرغان پناه ببرند و یا هم به شهر مزار شریف. منصور مرادی، آریانا نیوز، ولسوالی آقچه.